یکی از رکن‌های مهمترین دولتداری این موجودیت خدمت حربی میباشد، چونکه آن همچون سپری با اعتماد کفیل امنیت و آرامی جامعه بوده پایداری صلح و ثبات را در کشور تأمین میکند. دوام 13 ساله است که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان عرضی وجود داشته در این مدت با گزارش مرحله‌های گوناگون و دشوار تحقیقی در حفظ و یکپارچگی تاجیکستان صاحب استقلال نقش مهم گذاشته‌اند. با تشبث و دستگیری‌های همیشگی سرفرمانده عالی قواهای مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تجدید و نوسازی اینفراستراکچور قسم‌های حربی تأمین گردیده برای سربازان و افسران قسم‌های نظامی شرایط و امکانات خوب خدمتی فراهم آورده شده است. برابر این گفته‌ها در ناحیه دوردست کوهستان سنگوار چاره‌بینی دعوتی خدمت حربی بهاری با ساکنان ناحیه گذرانیده شد. در نتیجه گذراندن این چاره‌بینی باشکوه جوانان شجاعش برای محافظت آسایشگی کشور با